ازای ما در همین جایی که ما در روسیه دست دادیم ازایی که در همین دستیم هوای در وطن بینیم ما روزیم ای با خاک وطن خودمون هیچ چیز از کفار ما رو میاب در سرمون نیست همین پرزیدنت تو ناموس داشته باش اگر ملت دوست داشته باشی در همین جامعه بپرتوش ای وطن سر در وطن فروخته شدی خاک ملت ما رو فروخته شدی تو اگر تاجیک باشی تاجیک نیستی تو یک یوری یهودی تو اگر تو وطن خودت بدون نمیفروشی تو خاک خودت فروخته شدی تو خاک خودت فروختی بودی خودت فروختی تو بودی که زن خودت فروختی این خاک وطن همیه تو مادر خودت فروخته شدی تو با شیر مادر قسم خوردی که من اگر پرزیدنت شم یگان خلقم خور نمیکنم لیکن با شیر مادر نقبیدی قسم خوردی نقبیدی مادرت مرد لیکن مادر پشیمان شد طوری فرزندی جاهل حرام تولد کردگی پشیمان شد از وی کشید با جوت وی غذا میکشه لیکن یا در خاطر بگی چراغ ظلم ظالم تا دم محشر سوزد شب سوزد شب دیگر نسوزد تا دم مرگ میسوزد لیگ زمین تمام دور مرگ ولی نمیتونی اون مردمی که در تاجیکستان مثال پشتی و اموالی رحمان کتایی میکنن مثال خورده گشتن اون مردم واقعا فکری گسترابایتی رو نمیکنن مثال اون مردم همش در تاجیکستان خودشون فکر ملت خودشون فکر برادر خودشون نمیکنن مثال که اینجا در هر روز گفته گپا کشتار شده تاجیکای ما را کشتستن کی کشتسته روسا کشتستن هر روز با مرگ هم برای همون تیل را میخری هم مرده را میخری مثال با تاجیکستان اطراف میکنه 100,000 میخریش مرده برادر خودت میخری همینجا مثلا چیه ما دمی جمعیم کار مینیم رازیشیم در 20,000 دمینیم زحمت کشیدم با کشدی اوبرش در کشدیش نمی سبکش میکپه ما را غم میتیانیم برای چی برای پل میکنم با ما این شرایطی نداریم که یک کارمون حلال بریم یک پل روی کنیم برای پدر اما پسول سایمون من شد بایمون شما را یوردن دستگیری نمیان سوال من باید در کوب یک باید که همین سوال مو در اطلاع کنم اشکالی که برادرای ما گفتن اینجا همه ما میخوایم که در وطن خود مثال در پیش پدر مادر خود باشیم و همیشه میخوایم دانشجو باشیم مثال علم اسلامی شاید علمی دنیاوی این علم خودش فرض است ما میخوایم همه ما انشاءالله در نزد پدر مادر خود باشیم یا که انشاءالله همه این برادرانی که در بری ما هستن اینا میخوان دانشجو شن مثل دیگر برادرانی که در وطن ما هستن دانشجو شاید علم هستن شاید مثل در پیش پدر مادر خود هستن این هم چنین چیزا خواهان خاکی اجازت که نه همین کارو مرحمت جورا و دیگه کس بسپور که همین ولی مورا خویشه مورا با اجرا برسونم نه اینکه ما اجا بگردیم خوزایی من یک چی گفتنی هستم شما مثلا همه شما مثلا در این یک خونه 13 آدم شما چه زندگی میکنید در این یک خونه همیشه گفتن پر با ما یک سوال میتونیم شما در ما 13 کس زندگی نمیکنیم ما در همین جهان کس ما راه میتیم همون میریم خونه ما راه میتیم نه همیشه دکتر که ما راه نمیتیم ما در همین جازی با خوای سودگیم که خزانه خصوصی به خونه نمیتونم ما قودمیم اگر فهمش ما را سر میکنن سر میکنن بچه‌ها سر میکنن جبریم هیچ مورد مثلا برادرین بریم تاجیکستان بریم به پول باشیم به مور باشیم ولی صبریم کی ما را ولچنی میکنه پول نباشه شما یک چیزی التماس کن شما ای همین دولت حاضر راضی هستید ای دولت حاضر زرای راضی نیستیم آزاد شد رژیمی که میاد در روز روشن آشکارا ریش مردان ماها میتراشد رژیمی که در روز روشن میاد حجاب از سر زنای ماها میبردارد رژیمی که هر کس صدا در آورد دهنش میبندد ترمز میاندازد زجر میتید زجر کش میکند رژیمی که آشکارا پول مردم بالا میکشد با 1000 فریب و نیرنگ پول مردم جمع میکند رژیمی که در سر قدم در سر راه مردم 1001 راهزن در سر هر قدمش پول میگیرد آیا می ارزد واقعا ما زیر سایه ننگینی چنین رژیم فرزندو خلاص کنه تاجیکستان آزادی استعفا اقامتی استعفا